جهانشاه قراقایونلو یه پادشاه هنرمند بود یا یه سیاستمدار کارکشته؟ بیایید با هم بررسیش کنیم. اما سوال اصلی اینه، ارادتش به مولانا واقعاً از ته دل بود یا یه نقشه سیاسی بود؟ خب ظاهر قضیه این بود که جهانشاه خودش رو یه آدم خیلی فرهیخته و اهل عرفان نشون میداد. شعراش پر از حرفای عرفانیه، دقیقاً شبیه سبک خود مولانا. اما اگه تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم که پشت این علاقه داستان دیگه‌ای هم بوده. در واقع داشت برای خودش یه تصویر عمومی میساخت، یه حاکم روشنفکر و محبوب. این تصویر کلید محبوبیتش بود، راهی برای اینکه دل مردم رو به دست بیاره. خب سوال مهم اینه، چرا دقیقاً مولانا؟ چرا سراغ یه عارف دیگه‌ای نرفت؟ این انتخابش اصلاً اتفاقی نبود، کاملاً یه حرکت سیاسی و حساب شده بود. خلاصه بگم اسم مولانا یه جورایی بلیت ورودش به قدرت سیاسی بود. اما آیا خودش هم به این حرفا عمل می‌کرد؟ واقعاً یه آدم عارف مسلک بود؟ با اینکه از مولانا الهام می‌گرفت، هیچ مدرکی نداریم که خودش هم اهل سلوک بوده باشه. پس ببینید اون از مولانا مینوشت ولی مثل اون زندگی نمی‌کرد. این تفاوت خیلی مهمه. پس شعر براش چی بود؟ یه ابزار قدرتمند برای حکومت کردن. شعرهاش فقط هنر نبودن، یه جورایی بخشی از ماشین دولتیش بودن. این جمله کل پروژه سیاسی و فرهنگی جهانشاه رو تو یه خط خلاصه میکنه. خب آخرش چی شد؟ عشق بود یا سیاست؟ بیایید شواهد رو جمع‌بندی کنیم. جواب اینه، یه علاقه واقعی به شعر وجود داشت، اما کاملا در خدمت اهداف استراتژیک. علاقش به شعر واقعی بود، ولی این علاقه یه هدف سیاسی خیلی روشن هم داشت. و این یعنی استفاده استادانه از هنر برای کشورداری. و این ما رو با یه سوال همیشگی تنها میذاره، مرز بین هنر و قدرت واقعاً کجاست؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسینی.